حساب رقم 20 سی پی 11 گیومتری سی پی 11 یعنی چنین داده شده است که ششمینجی منتظم داده شده است و طرفی آن به 2 تقسیم پی متر برابر است و در داخل این ششمینجی دوره تصویر یافته است با رادیوسی اف. یعنی ما باید در اینجا شرط چنین شده است که درازه همین دوره درون شده را یابیم. ما از فرموله یافتنی رادیوس دوره یعنی R برابر A تقسیم 2 کتنگی 180 گرادوس تقسیم N میابیم. در اینجا N یعنی شماره کنچه ها در این میبینیم که 6 کنچه دارد یعنی N برابر 6 میشود. بعد به جای درازه و شماره کنچه ها بولتا را وارد میگذاریم یعنی R برابر 2/3 تقسیم P تقسیم 2 از روی فرمول میآید. کتنگیزی 180 تقسیم شماره کنچه ها 6 کنچه دارد 6 برابر می شود 2/3 تقسیم 2p. این دو تقسیم 1 می شود بعد ضرب کنیم اگر 1 تقسیم 2 می شود ضرب کنیم اگر 2p می شود بعد 2 اختصار می شود 3 تقسیم p ضرب کتنگیزی یعنی 180 تقسیم 6 30 گرادوس برابر می شود 3 تقسیم p ضرب کتنگیزی 30 گرادوس 3 می شود 3 ضرب 3 سری خدا شد 3 تقسیم پی یعنی رادیوسی همین دوره درون کشیده ما و 3 تقسیم پی برابر بوده است. اکنون چونیم که شرط در مسئله گفته بود درازه دوره را باید یابیم از روی فرمول پی برابر 2 پی ار یعنی فرمول درازه دوره. اکنون ما جریان رادیوسی دوره را یافتیم و جهت میگذاریم پی برابر 2 ضرب پی ضرب ار 3 تقسیم پی بوده یافته بودیم اینو وارد میگذاریم بعد پی و پی اختصار میشود 2 ضرب 3 برابر 6 متر یعنی درازه همین دوره ما این دوره درون کشیدی در داخل 6 کنجه و 6 متر برابر است. تشکر زیاد.